من متوجه میشم که خیلی از متفکران فعال سیاسی ایران در حال تغییر و تحول اندیشه‌های خودشون هستن، ولی اونطور که احساس میکنم کسی حاضر نیست عمیقاً یه خونه تکانی حسابی بکنه. برای مثال همین امشب، نه فقط امشب، هر جا آدم رادیو رو گوش میده، سایت ها رو نگاه میکنی، بحث کلمه روشنفکر خیلی میاد توش، ولی هیچ کس حاضر نمیشه مشخص کنه روشنفکر کیه. من جوان که بودم خودم روشنفکر میدونستم، توی جمعی بودم روشنفکر بودیم. در این حال انسان‌هایی هم بودن که مطلب می‌نوشتن، رجوع می‌دادن که جامعه آینده ایران باید فاطمه زهرای 1300 سال پیش احیا بکنه. همچین انسان‌هایی هم روشنفکر خوانده می‌شدن. آدم‌هایی بودن مدل از مائو و چین می‌آوردن، روشنفکر خوانده می‌شدن. مدل از روسیه می آوردن، مدل از انگلیس و آمریکا می آوردن، همه روشنفکر خونده می شدن بدون اینکه مشخص بشه روشنفکر واقعا کیه. یعنی من فکر نمی کنم کسی که میخواد اندیشه زردشت مال 2000 سال پیشه، 5000 سال پیشه که سر این فلان بحث میکنم دوباره میخواد زنده بکنه، آیا این جوری روشنفکرها حساب محسوب میشه یا نه؟ من سوالم فقط از شما اینه که اگر بتونین نظر خودتون رو مشخص بگید که هم تعریف کنین روشنفکر و هم محدودش کنین. ما یکی از گرفتاری هایی که در جامعهمون داریم گرفتاری مفاهیمی است. ما چون مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته اتوریته تولید مفاهیم یا تعریف مفاهیم مدرن رو نداشتیم، این مفاهیم خیلی کشدار شده، هر کس هر تفسیری راجبش میکنه و متاسفانه به این پرداخته نشد و یکی از کارهایی که باید کرد ایجاد یک اتوریته فکری است که بتونه مثلا مثل لاروس در فرانسه که میاد واژه‌ها رو توضیح میده، بتونه مفاهیم رو طوری در جامعه روان کنه که همه بپذیرن. روشنفکر هر کس دیپلم داشت تو ایران بهش میگفتن روشنفکر. بعد هر کس آمد برداشت خودش رو گذاشت. یعنی اصولاً برگردان اینتلیجنسیا یا اینتלקچوالز، من نمیدونم شما سوئدی یا چی بهش میگین، به زبان فارسی است. اولا اومدن گفتن منورالفکر و بعد تبدیل شد به روشنفکر. به نظر من شما میتوانید متفکر اسلامی باشید، میتوانید اندیشمند اسلامی باشید، مثل شریعتی که اشاره کردید، یک متفکر اسلامی است، روشنفکر نیست. برای چیز روشنی تو فکرش وجود نداره. اصولا در فرهنگ غرب مفهوم روشنفکر کسی است که با خرد سر و کار داره و از کار فکری به عنوان کار اصلی خودش استفاده میکنه. یعنی این در واقع کسی است که با فکر در واقع میخواد در جامعه تأثیر بگذاره. در غرب هم مفاهیم این مفهوم تفسیرهای مختلفی ازش میشه. ما چون نداریم واژه دیگه‌ای، به هر کسی که در ایران فکر میکنه گفتیم روشنفکر. به همین ترتیب اون وقت یه پسوند هم اضافه کردیم: روشنفکران چپ، روشنفکران مارکسیست، روشنفکران کمونیست، روشنفکران مذهبی، روشنفکران مستقل، روشنفکر متعهد، روشنفکر درباری. ما 50-60 تا پسوند اضافه کردیم که کمرنگ کنیم مفهوم این روشنفکر رو در کلی. و این کار من امروز نیست که بخوام در چند دقیقه برای شما توضیح بدم، ولی با اون مفاهیمی که رایج هست زیاد موافق نیستم. من وقتی میگم روشنفکریگری یعنی کار فکری مبتنی بر خرد برای به نقد کشیدن ارزش‌ها و برداشت‌های موجود به جلو، نه به عقب. و این خب طبیعتاً یک بحث خیلی مفصلی لازم داره که ما درباره‌اش صحبت کنیم. این که شما فرمودید که خیلی امروز رایج هست که به گذشته یا وضعیت کنونی خودشون نقد میکنن، به نظر من دو نوع نقد امروز وجود داره. یکی نقد ناشی از ورشکستگی به تقصیره، یکی نقد آگاهانه است. نقد ناشی از ورشکستگی به تقصیر موقعی است که شما
اون کاری که میکردید به بنبست رسیده و میشینید یه سری افکار دیگر رو پیش روی خودتون قرار میدید و ظاهرا نقد میکنید، ولی هر وقت دوباره زمینه جامعه آماده میشه فیلتون یاد هندوستان میکنه. من در مورد برخی از دوستان مثلا میدونم نسبت به ارزش‌های مثلا چپ گذشته خودشون نقد داشتن، تا جریان چپ در دوران بحران جهانی سرمایه این چند سال اخیر رشد کرد، دوباره همون بحث‌های قدیم یک کمی دوباره برگشت. چرا؟ چون نقد جدی بنیادی به اون بحث‌ها نداشتن. من خودم البته حدود 35 سال بیشتر، شاید 36 سال پیش این بحث رو در درون خودم آغاز کردم و سپس در حدود 32 سال پیش با جمعی از دوستان یک گروهی درست کردیم به نام انجمن آینده و اولین تارنمای ایرانی خارج رو در این زمینه در همین سوئد، اول در دانمارک و بعدا در سوئد ساخته شد. اولا یک رادیو بود در سوئد به نام رادیو آینده و بعد الان سایت آینده نگر که در همین سوئد در استکهلم در واقع مسئولش قرار داره. من با اون اندیشه ها آینده نگری در واقع آشنا شدم و از اون منظر نقد کردم به گذشته و فکر میکنم خیلی مهم هست هر کس نقد به یه رشته ارزش‌ها میکنه دستگاه ارزشی جدید خودش رو هم معرفی کنه، بگه چرا به اون ارزش‌ها نقد میکنه. فقط روش نیست بلکه به محتوای یه رشته مسائل نقد داره. فقط یک نکته 20 ثانیه در اینجا بگم، به داوری من زمینه هایی که بحث تاریخی مارکسیسم شکل گرفته بود که مدل تولید ثروت بر پایه ارزش افزوده در کالا بود، این مدل در دنیا از بین رفته. نه مدل بحث مارکسیستی، بلکه تولید ثروت امروز مهمترین نوعش ارزش افزوده در کالا نیست، خدمات، فکره. یعنی شما یه سافت‌ور درست میکنید که ارزش اون پلاستیکی که میفروشید ممکنه 30 سنت بیشتر نباشه، ولی این سافت‌ور رو $300 میفروشید. یعنی با فکر در واقع، یعنی ما اصلا وارد دورانی شدیم که تولید ارزش کاملا مفهوم تازه پیدا کرده و بسیاری از ارزش‌های جهانی به این دلیل داره عوض میشه.